тоҷирони бозори марказии шаҳри Магнитогорск зиёне расида аз сӯхтори субҳи 30 июнро ҳисоб мекунанд. эҳтимолан хисорот садҳо миллион рубли русиро ташкил кунад, чунки дар ин ҳодиса аксар нуқтаҳои савдо ҳамроҳ бо молашон ба коми оташ рафтаанд. аксари савдогарони ярмаркаи марказии шаҳриро муҳоҷирони тоҷик ташкил медиҳанд ва бештари онҳо бо қарзи бонкӣ дар ин бозор тиҷорат мекарданд. طبق اطلاع وزارت حالتهای اضطراری ولایت چلیابینسک سوختار در بازار ساعت‌های 2 شب 30 ایون سر زد و حجم سوختار 2300 متر مربع را فرا گرفت. برای پرره خاموش کردن علنگه آتش 8 ساعت و 29 تکنیک سوختار نشانی لازم شد. مساحت عمومی بازار 30,000 متر مربع بوده است. وزارت حالتهای اضطراری میگوید سوختار از رسش ناقل‌های برقی در تالار آشخانه ازبکی به عمل آمده است. در نواره که کاربران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که شمال آتش را به دکانها پهن می کند. صدها صاحبکار تاجیک نتوانستند بارهای خود را نجات دهند. برخی از آنها در داخل غرفه ها پول و حجت های خود را هم نگاه می داشتند. این مهاجران در صحبت با رادیوی آزادی روز 1 ایول گفتند که صبح امروز هم آنها را نگذاشتند به بازار نزدیک شوند. با گفته آنها تا حال درباره پرداخت جبران ضرر و همین گونه برقرار کردن بازار هیچ وعده نشده است. اکثر مهاجران تاجیکی در بازار سودا میکنند شهروندی روسیه را دارند و در این یارمارکه مرکزی با تجارت لباس و پایافزار مشغول بودند. با اینکه به گفته تاجران ضرر پولی آنها به میلیون ها روبل میرسد، باز هم این اندیشه که در این حادثه جان به سلامت برده اند آنها را تسکین میدهد. ضمناً به گفته این مهاجران 2 روز پیش از سوختار در پی یک ریت تقریباً 500 تاجر بازار را جمع کرده حجت‌هایشان را تفتیش کردند.